سال 1357 چی شد که انقلاب شد؟ اشتباه حکومت پهلوی چی بود که در اوج شکوفایی اقتصاد و رشد صنعت ناگهان انقلاب شد؟ قطعاً اشتباهاتی بوده که تعداد زیادی از مردم قیام کردند و حاصل اون شد انقلاب جمهوری اسلامی. انقلابی که به سرعت کاملاً مذهبی شد. شاید براتون عجیب باشه، اما یکی اصلی ترین دلایل اون انقلاب همین رشد سریع اقتصاد، صنعت، فرهنگ و همچنین تکنولوژی بود. بخش بزرگی از جامعه اصلاً درکی از این رشد ناگهانی نداشت. تحلیل‌های اجتماعی به ما نشون میده وقتی کشور قرار وارد همچین رشد بزرگی شه، باید رسانه‌ها دست به کارشن و مردم رو آماده همچین پیشرفتی کنن. اما رسانه که اون زمان هم کاملاً دولتی بود، دقیقاً مثل الان اصلاً کاری به مسائل نداشت. در واقع رسانه‌ها عملکرد خوبی نداشتند. اون زمان جهان دستخوش تغییرات بزرگی بود. اینجاست که رسانه باید مردم کشور رو از این همه تغییرات آگاه می‌کردن. مردم باید می‌دانستند که ایران نباید از این پیشرفت‌ها عقب بمونه. آمارها نشون می‌دادن در اون سالها اصلاً آماده این تغییرات نبودند. چرا؟ چون 3% از مردم مدرک تحصیلی بالای دیپلم داشتند. در واقع کمتر از 45% از جامعه سواد خواندن و نوشتن داشتند. تعداد زیادی از مردم این توسعه رو مخالف دین و مذهب می‌دونستند. برای همین به حکومت پهلوی میگفتند غرب زده. حالا وسط این فقر فرهنگی صدا سیما رقص باله رو آموزش میداد. همین بود که مذهبیون تلویزیون رو هم حرام میدونستند. این رو در نظر بگیرید، اون زمان تعداد زیادی از مردان مخالف بودند، حتی زنان شاغل باشند. همین یک قلم نشون میده چقدر رسانه ناتوان بوده در فرهنگ سازی. در واقع صدا سیما به جای اینکه پله پله مردم با فرهنگ روز دنیا آشنا کنه، یهو تصاویری رو پخش می‌کرد که بیش از نیمی از جامعه اون رو کفر می‌دانستند. بذارید یک مثال دیگه بزنید تا بهتر درک کنید وضعیت فرهنگ مردم در چه حد بوده. 89% مردم برای درمان بیماری بیشتر به دعا و نذر اعتقاد داشتند تا علم پزشکی. هرچی باشه این مردم از دل 250 سال حکومت فاجعه بار قاجار بیرون آمده بودند و فرهنگسازی زمان زیادی نیاز داشته. البته هنوزم مردمانی هستند که بیشتر از علم پزشکی به همچین چیزایی اعتقاد دارند. بذار واضح‌تر بگم، صدا سیما بنزینی روی آتش بود. اینجاست که روحانیون اومدن و تیر خلاص رو زدن. روحانیونی که حتی نمیدونستن انرژی خورشیدی چیه. البته الان هم صدا سیما بنزینی روی آتش، ولی از نوع مذهبی. البته انقلاب 57 دلایل مختلفی داره. این مورد یکی از مهمترین مواردی بود که بهش اشاره کردیم.